مرحمت خانم گیری. خوش آمدید، باز بیایید. اوه، هوانی زود تاریک می شود. نمیفهمی که ساعت چند شده است. خیلی دیر شده است. من روم کیروز جون. کودک ها در خانه تنها. نجیب هم نوامده است. خوب اپا، چخیلی که خواهید. من هم دکانم را میبندم. باز یگون خواهش داری؟ نه اپا جان، نه. ها، میخواستم گویم که امشب به خانه ما بیایید. آخر تنها در دکان هم دیگر رو میبینیم. دخترم، چی فرق دارد که؟ فرق دارد اپا جان، خانه دیگر و دکان دیگر. ندانم. میدانید بگو چی رز است؟ اکای نجیب هم استراحت دارند، کودک ها هم درس ندارند. والله که نمیدونم کیروز جون. اگر نجیب خالی باشد حتما میاییم. اپا جان بیایید، من انتظار میشوم. آخر تنها در دکان بخوردن خوب نیست. مایلش من میرم. خیر اپا تو جان، بازدی. تو دیدن خیر. بیا جانکم. مونده شدیم. خدا رو شکر. جان جگرم، حاضر میرویم. کتابای لازمی رو گرفتی؟ اینقدر کتاب چی در کار؟ شاید در کار شود. جانکم دیر موندم اگر موندی پروا نکن، تکلیف ازدواجمون دیر نمیشود. اینها چی؟ کی کار گرفته است؟ حاضر مشتری هم میآید. اگر گفتهایم را نکنی عکسایت را پدرت میبیند. ارتاج پول تیار است؟ تیار. رو. همش درست. جانکم тамошобинони муҳтарам, каме пеш саҳнаеро тамошо кардед ки аз воқеаи зиндагӣ рӯи навор оварда шуд ва ин саҳна ҳамаи моро аз ҷумла дили падару модаронро ба ташвиш андохт. ҳоло бошад, мехоҳам диққати шуморо ба амалҳои фоҳишакорон ҷалб намоям. даробаҷам, илтимос ёрӣ диҳед. чӣ шуд? шавҳарам. ором шавед, ором. марҳамат шинед. биё бачам. об менӯшед? наменӯшам. бигӯед чӣ воқеа? ин фарзандатон? бале, писарам падараш дар бари рӯяш сигор хомӯш кард. духтарам, ту рафта косаву табақро ҷобаҷо кун. чӣ? чаро ба полис нарафтед? ба полис мерафтам, ҳардуямонро мекушт. дирӯз бачаат бисёр мегиряд гуфта дар забонаш сигор монд. худоё, тавба. охир чаро? маро фурӯхтан хост. чӣ? ҳа, шавҳарам маро фурӯхтан хост. ба рафиқҳояш зорӣ карда фурӯхтан хост. бисёр зад. дар охир гурехта. ҳозир меояд. ба полис занг мезанам. илтимос меояд. шавҳарам меояд. охир маро таъқиб мекунад. илтимос ёрдам кунед. ҳамин ҷо пинҳон шавам аз барои худо. хуб, ба ин су гузаред. шом бахайр. дӯконро бастам. не, ман чизе намегирам. як зани димо надорам. камтар пеш ба дорухона даромадам. каме дуртар ман дар он даромадам. кӯдакамонро гирифта гурехт. хатарнок аст. кӯшиш кардам, аммо нашуд. дишаб дар забони кӯдак сигор хомӯш кард. роҳгузарҳо гуфтанд ки роз ба ҳамин ҷо омадааст. ҳамроҳаш кӯдаки 4-5 сола буд. аз барои аллоҳ гӯед ки ӯро дидед. занам каме нороҳат аст. ҳам ба худаш ва ҳам ба фарзандам зарар медиҳад.
خدا نشان ندهد. میترسم که دیوانه شده بچه‌ام رو بکشد. خدا نگاه دارد. خواهر جون گیرید اونها رو. از دست دکان گذاشتن. دقتتون رو جمع نکرد. ندیدم. ببخشید خواهر جون، ناراحت کردم. میبینم که طبع آقای تیمور خیلی بالیده است ها؟ بازپرسی سردارت به تو معقول افت ها؟ به من نگه نکن یگی چی گفتنت رو خودت میفهمی. آیا همین رفتار تو درست بود ها؟ باز با همکارت من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. البته باور میکنم، ولی وقتی بازپرسی سردار چهره خندانت چه معنی داشت؟ فکر کرده که ما نمیفهمیم؟ یگید چون این رفتارت نسبت به هم کسب خود خوب نیست. سردارم خاموش. رفیقت چیکار کرد؟ بگو چیکار کرد؟ تنها وظیفه‌اش رو اجرا کرد. میدانی حاضر درون مرا چی میخورد؟ ما همه یک عائله ایم، هممون برادریم. از آنی که در بینمان یگان نافهمی میشود یا دیگر را سرزنش کردنمان خوب نیست. حاضر من چون گمانبر راضیم بشینم. در همه حالت عدالت باید از همه چیز بالاتر باشد، حتی از رفیقی هم بالاتر. به من اجازت سردارم. این از آن تو. سردار لازم نبود. در وقت بازپرسی قلمت ننوشت. باز قلمی تمام نشونده میگویند. همین است. فراموش کردم. من هم میخواستم که چون این قلم داشته باشم. سردار مرا به خجالت گذاشتید. تو هم مرا در خجالت موندی. سردار نفهمیدم. والا بازپرسیت براستی که خوشم نآمد. چرا در وقت بازپرسی دستانت میلرزیده نه؟ پگاه یا پس فردا در بازپرسی وزیر و یا منصبدار والا دستای آدمی خیلی میلرزند تیمور. در وقت بازپرسی با دقت باشو و خودت باور کن و در جای لازمش شفقت و نزاکت را فراموش نکن. میلش تا بازدید. شرم نکرده دروغ گفت. مرا تهمت کرد. دیدید خواهر؟ جای میرفتگی دارید؟ نباشد امشب با ما میمونید. خدا مهربان است. نجیب باز مثل پیشینه. آب به مثل رشته می آید. زنک باز چی شد؟ کم هم باشد می آید کو؟ پس چرا تنها در خانه ما نمی آید ها؟ چرا؟ برای آن که همه چیز کهنه. لوله ها چنان کهنه که آب به زور می آید. بیا به حمام درو. بیا 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 بیا. زنک کای کهنه را باد نکن خدایا. این را ببین. این چیست؟ تو خود نمیبینی؟ چشمه؟ به مثل چشمه های قدیم و خیر. زنک این خانه کهنه. ها کهنه و خیر. بله رحمتی پدرم گرفته بود ارزان. او هم پلیس بود وگرنه از کجا میگرفت؟ این خانه چند ساله؟ زنک از برای خدا تو با این سخنه چی گفتنی ها؟ من به تو گویم این خانه 150 ساله. ما در انتیقه زندگی داریم نجیب. خیر چی بدی دارد؟ خدا نشان ندهد در زلزله حالمون چی می شود. من سنجیدم این خانه از خانه های نو بنیاد شده با قوت‌تر است. کمتر پیشتر در تلویزیون نشان دادم ما در قطار بیچاره ها زندگی داریم. میدونید همین خبرها را شنیده ناشکر شدید. کلمه برکت را فراموش کردید. برکت زنک برکت. خانه پدرم. خاموش است و گوش کن. خانه پدرت نمیروم. این یک
дуюм ин ки қадри ин хонаро бояд донем. ин чӣ? инро ҳам таъмир мекунем, мешавад. ба хонаи падарам рафтанамро чаро зид ҳастед? хонаи нав дар марказ. санак, сари мавзӯъ дигар намеоем. ҳама вақт ман гунаҳкор. ту ки чашмаро ҳамин ки кушода монӣ, баракат мемонад магар. худоё, худоё, кушода мону рав. худо хайратонро диҳад. нӯши ҷон шавад. ҳозир апаи ҳунер ҳам меоянд. агар ба акаи наҷиб бигӯем, иншоаллоҳ мадад мекунанд. акай наҷиб гуфтед? сардори полис. бисёр хуб. дар ҳақиқат ба ман ёрӣ медиҳад? албатта. бубахшед, номатон чӣ буд? ҳавас. хавотир машавед. аз дасти акаи наҷиб ҳама кор меояд. аксари вақт ҳолпурсӣ карда раҳо мекунанд. хона ки рафтӣ бозлату кӯби шавар. не, ин тавр нест. ман шакар биёрам. ширинӣ чойро мисли шоколад мекунад. ту ҳам мехӯрӣ? наҷиб, маро бубахш. баъзан туро нороҳат мекунам. нафаҳмида ғамат медиҳам. маро бубахш. бахшидӣ маро. ки рӯз имрӯз чойнӯшӣ даъват кард? меравем. раиси хона ту ку? чизе ки гӯӣ? маззаи чой. хола гуфтӣ мисли шоколад мешавад. чӣ гуфтӣ духтарам? хоб равем чӣ? майлаш. чӣ шуд? намедонам, сарам вазнин хуб шуд. ҳастӣ? чаро ин қадар дароз кашид? ба як азоб. ҳамат инҷи аст? 100% даро. наҷиб, кӯдакҳо хоб доранд. чӣ кор кунем? шкеле ки гуфтам, ту нафсар медонӣ занак. калон ту? занг занам набошад. чел худоё, худоё, ҷавоб намедиҳад. аҷабо. кору бори хона, нороҳат накун. мумкин ягон коре дошта бошад. ташвиши зиндагӣ. як бори дигар ба дастаяш занг занам. телефон. аз они ман не. духтар, телефонатро бин. телефони ман нест гуфтам. мумкин аз ӯ бошад. парто ин телефонро.
مشغول است توبه گوش کن او را به حالش مان. آخر کیروز هیچ وقت چنین نمی کرد توبه تلفنش محکم کجا باشد اسرا الو نجیب کیروز نیست نآمده است به تلفن ها هم جواب نمیدهد زنک از برای خدا دائم واهمه میکنی. نباید دیر کند. نه کیروز هیچ وقت دیر نمی آمد چرا تلفن ها جواب نمیدهند دستیش هم محکم تلفن خانه هم جواب نمیدهد حداقل یسرا به تلفن جواب میداد ممکن اسرا بیمار شده است و بیمارخانه برده است. هر کار شدنش ممکن آخره. نه من رفته میبینم من نگرانم خوب خیلی خواهی همون که رفتار کردن گیر. من این زنها رو هیچ نمیدونم میتوانم. لرا سردارم دلیل تجاوز و آدم ربایی با نام کیروز. کیروز راست است مگر؟ بله سردارم. مگر نسب ندارد؟ چند ساله؟ 17 ساله. بخیر است سردارم. نمیدانم. تو که کیروز گفتی من در فکر رفتم. مکتب می رفته است. بار آخر با عاشقش واخورده بوده است. از روی گفته دوگانه نزدیکش کیروز گفته است که او را مجبوراً تجاوز کرده. هنوز که آیلش خبر ندارد. نه سردارم. نمیدانم از چه سبب باشد. توش خیالم در برنامه دیشب رنا است. کاش دروغ باشد. با کارمندان شعبه اخلاق ارجاع شده کار را تعجیلا بینید. اطاعت سردارم. از روی معلومات های به دست آمده گروه های فاحشه‌گری را کافت و کاب داریم. نام دختر رو کیروز گفتی؟ بله سردارم. با تو چی شد؟ آروم شو. نامکت چیست؟ کیروز نام من هم. با تو چی شد؟ اینجا کجاست؟ نمیدونم. بس آروم شو. خدایا توبه پایافزولی کیروز نیست کیروز خانه رو نگون داشته نمی رود ای خدایا توبه کردم بهترش خاله سیمه رو پرسم یا والا دخترم دیشب آوازه شنیدم لیکن خواب بودم خیسته ندیدم آواز از کجا می آمد خاله سیمه؟ یعنی از خانه کیروز؟ نمیدونم آخر دخترم آوازهای دوادوی رو میشنیدم بعد آواز ماشین رو شنیدم فرهایش خانه رو روشن کرد به این هم بعد تیز رفت چرا پرسیدید؟ نپرس خاله سویمه من هم نمیدونم انشالله چیزی نشده است الله نجیب
دیروز چی خیل گذشت؟ بگیرین رو بر. خیز از جویت. خیز. با خانم یک چند گفتنی ها دارم. خیز از جویت. روگر. دخترم کجاست؟ الو فهمو گیر دخترت. الله دخترم چی خیل هستی؟ گریه نکن همش خوب میشود مایلش. در کجایی دخترکم؟ با دخترت همینقدر گپ زدی بس است. از من چی میخواهی؟ زنی جوان هستی. از تو دیگر چی میخواهم؟ چی گفتی؟ نمیخواهم که رویت بیزب شود. زنی زیبایی. مشتری و اول چهره رو نگاه میکند. با گپم گوش کن. چی ها میگویی؟ کدام مشتری؟ تو خودت میفهمی. زنی زیرک مینمایی. تو مولی لرزن انا هستی، فهمیدی؟ لرزن انا؟ بله، برای او بدنت رو میفروشی. تو نامردی به ناموس. مثل حیوانی وحشی، لیکن اینجا فایده نمیکند. خواهی نخواهی این کارو میکنی. اگر کشی هم نمیکنم. اگر دخترت رو کشم. یگان خبری نو هست؟ نه نیست. چند بار گویم که یگان خبر نیست. بچه بیاید این در رو کشوید. اطاعت سردار. حاضر فهمیدی؟ تا دخترم رو نبینم هرگز. دخترم رو میخواهم، خودی حاضر. امکانی داد و گرفت نداری، فهمیدی زنک؟ اگر دخترم رو نبیارید میبینید چی میشود. چی کار میکنی؟ من رو میزنی؟ تنها یک کارو کرده میتوانم. خودم رو میکشم. تو من رو میفهمی یا نه؟ چی کار میکنی ها؟ خوب، لیکن نشون ندادنی دخترت این کاری خوب است که من میکنم. وگرنه بسیار کاری بد میشود. میکند ناز کیراز میکند. سنجیدن در کار. یازی خلاصه چی شد؟ دزدیست؟ بله سردار، دزدی هم هست. احتمال که ینگای کیراز را بیهوش کرده باشم. حالا تنها تخمین میکنم گفتگو باید کرد. با تو گفته بودم با کیراز واقعی روی داده است. زنک از برای خدا خاموشیست. تو باید فکر معینی بیایی. نیازی اگر دزدی باشد پس چرا ینگه کیراز و اسرا را بردن؟ انیق دزدی نگفتم که. پس چیست نیازی؟ زنک تو بیرون برو. التماس رویا بید. مایلش زنک تو بیرون برو، کمی هوای تازه گیر. خوب خلاصه اون چی که من خیال میکنم. سردار شما از من خوبتر میدونید. میدانم لیکن تلفظ کرده نمیتوانم. تو فکرت رو بگو. افسوس که هدفشون تنها ینگه کیراز بوده است. معنای دزدیدن زن تنها یک چیز را افاده میکنند. گروه فاحشه‌خانه ها. نیازی هر یک کنج خانه رو گفتگو کنه، فهمیدی؟ هر یک موی سر و زن گوش را دیده برایت. من همه گونه دلیل های بیناموسان را که بر امارت من دیر چشم دوختن میخوام فهمم. اطاعت رفیق سردار. برای کار. برای کار. زود باش اکنون راه گرد. گبزان با چه قرار اومدی؟ چند مرتبه باید گویم ها؟ خواهی که کودکت زنده ماند گفته هایم رو میکنی. التماس میکنم از برای خدا. یا حیات او و یا خواهش من رو اجرا میکنی. رو رها کنی. با یک شرط گفته هایم رو میکنی. از من چی میخوای؟ راضی میشوی یا نمیشوی؟ با مشتریانی که تو رو انتظارند با آنها میشوی. رو نمیتوانم. التجا میکنم. 10 ثانیه وقت داری.
وگرنه کلای دخترت به هوا میپرد. 10 التجا میکنم. 9 8 7 6 5 خوب فکر کن. حیات دخترت و یا پیشنهادی تنت. از برای خدا آخر من به شما چی کار کردم؟ 4 من چی کار کردم؟ 3 راضی شو. زود مشتری ها انتظارند. دخترم برو رها کنید. 2 التماس. 1 فهمیدم. التماس دخترم رو رها کنید. انا همین قدر. با تو نگفتم که دیدن دخترت حالت رو بدتر میکند. خب در آن دخترک را ببر کجا که میبری. سرم درد کرد. سرم درد کردی. همه فاحشه خانه ها رو معاین کنید. نو یا کهنه فرق ندارد. همه معلومات ها رو ببینید. از همه خبرها مرا آگاه کنید. فهمیدم سردارم. سردارم. یک بار بخشیدن ممکن، وگرنه به قرب میشه. هیچ چیز نخورده ای. گرسنه کوری کرده نمیتوانی. شیرینی قوه میدهد. گیر خور حاضر. گیر. گیر. نخوری. انا همین خیل. ای لعنتی. ممکن نیست. فهمیدی؟ بیا. سردارم، در محله آید یک گروهی فاحشه‌گران معلومات به دست آوردیم. برای عملیات اجازت گرفتید؟ بله سردارم. پس چی رو برای میسودید؟ چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. عملیات اطراف تامین است؟ بله سردارم، برای عملیات انتظار امر شماییم. عملیات این فتره را آغاز کنید. پلیس در رو گشاید وگر نمیشکنیم. بچه ها در رو شکنید. بس همین. پلیس پلیس بس همین. بس همین. بس همین. پلیس. حلیمه تو درون را بگیر. یگید وضعیت چگونه؟ سردارم، عملیات با موفقیت انجام یافت. کیروز چی؟ حلیمه از جنگه کیروز خبری هست؟ افسوس سردارم. جمع شوید می رویم. کمی قیمت ولی گوارست. تو خرسند شدی؟ تا پگاه رو من به کی را میگیرم؟
میبخشید برادر، این خیل نمی شود. تا پگان زن از من است. فهمیدی؟ پول همه چیز را عوض می کند. غیر من کسی به او نرسد. با مال من عاشق شدن ممکن نیست، فهمیدی؟ تو پول داده می توانی آمد و رفت کنی، لیکن عاشق شدن ممکن نیست. چه خیلی عشق در اینجا عشق است. تو هم چقچقی بوده ها؟ میلش آچه جان. درست حرف زن، مرا آچه نگو. این گپ ها را دوست نمی دارم. دیگر خبری نیست؟ بچه ها تفتیش دارن سردارم. از بازپرسی این گروه ها شاید چیزی برآید. سخن شاید را شنیدن نمیخوام، فهمیدی؟ اینجا سخن آید امانتی دادری شهید مندرس میرود. خواطر نشوید رفیق سردار، انشالله میابیم. میرویم. شما روید، من با کوهیلایم میآیم. خوب رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر، خدا خواهد البته میابیم. چرا تو اینقدر نیکبین هستی ها حلیمه؟ خاکستر دیگر نمیسوزد رفیق سرکمیسر، چون که تا حد آخر سوخته است. خدایا. خاکستر دیگر نمی سوزد گفت کوهیلایم. خاکستر نمی سوزد. خدایا خداوندا. چرا گریه میکنی خواهر؟ خواهر این خیل جای ها رو نمیدانم، یکم مراتبه میایم. اگر درد داری بگو گوش میکنم.
این خیل نگاه کرده شرمنده مکن. من میروم. ایستید. با من کمک کرده میتوانید. تو را نجات میدیم خواهر. برای اینجا آمدنم از خودم نفرت میکنم. بلا زند من بر اینها را. این خیل نگویید. مرا ببخش خواهر. یا الله، خطای گناهم زیاد است. وعده دادم که خواهرم رو نجات میدهم. او رو نجات ده. نجات ده. مرا هم ببخش. بچه ها یک طرف ایستید. یاری تجلیل را خبر کنید. جناب حالتان خوب است؟ چه حال دارد جناب؟ خوبم، لیکن پای هم بی حرکت است. آرام شوید جناب. سردارم. چی؟ راست میگویی که نام آن زن کیروز است؟ سردارم سراغ را پیدا کردم. برایت. اگر گفته هایت راست باشد جوان مرد بوده ای. من گناهکار را میگویید. کی گناه ندارد؟ میدانی که کی را نجات میدی؟ انشاءالله امانت شهیدی را نجات میدی. سردار، خاطر مباش، کسی نمیداند. همان مرد رو دیدن نمیخواستم. همان مردی موی لبدار رو. چرا؟ اگر مرد زنی رو ببیند و چنین مبلغ دهد و رود و باز آید، یا عاشق شده است یا وجدانش ناراحت کرده است و توبه کرده است و یا پلیس است. از هر سه طایفه‌اش بیزارم. میفهمی مرا؟ یعنی اش رو میدانی. خوب. حاضرت؟ بله سردارم. امنیت تامین است؟ تامین است. عملیات را آغاز میکنیم.
پلیس! گردنبندی که مندرس برای کیروز خریده بود. کیروز اینجا بوده است. سردارم کسی نیست. راست میگویی که نام آن زن کیروز است. مندرسم. امانتت رو میابیم انشالله. میابیم. زودتر برو. دیگر زنها رو جا بجا کردی؟ پروا مکن، همش در امانیه. گیرید این رو. زود برید. راه زودتر. راه کرد. رفیق سردار، یک فکر دارم. گوش میکنم. من زنم. این گروه ها جای های دستگیر کنی خود را دارند. میخواهم خود را به دامیان ها پرتویم و جایشان را یابم. بعد تو را هم از دست دیم. اصلا نمیشود. تو را نه از دست پدرت خلاص کردیم. از دست پدرم شما خلاص نکردید رفیق سردار. خودش پرتوفتره. بله، بخیر. تو را در این خطر نمیگذارم. رفیق سردار، اعتراض قبول نیست. با اجازت شما برای بازپرسی به پایان میروم. نجیب زنک تو اینجا چی میکوبی؟ حسبی الله. نخود از کیروز خبری نداره. تو کمیشین اینجا. یگید ما رو تنها میگذاری؟ اطاعت سردارم. اینها رو میشناسی؟ این زن رو قبلا دیده ای؟ ها، نامش کیروز. یک مدت کوتاه در یک جا بودیم. بعد مرا بردن. دیگر ندیدمش. این رو میشناسی؟ ها، لرزان. هر صبح ما رو قسم میداد، تهدید میکرد. هر رومی. انا اینش رو چی؟ تویگر. آدمی او هر رومزاده زنها رو به دام میافتاند. در کجاها شکار میکند؟ میبخشید یاری کنم؟ تشکر جناب. باری اول به استانبول. بله، با برنامه ستاره شدن میخوای آمد. جای ایستادن دارید؟ مرحمت. جامدان رو گذارم. رفیق سرکمیسر، چی؟ من با اونهایم. تلفنم رو باید خاموش کنم. بدتر به شما تماس میگیرم. به زردارم نگویید و به من زنگ نزنید. ای حلیمه، بیعقلی نکن. خودت تنها به چونی کار دست میزنی؟ حاضر کجا هستی؟ اگر مرا تعقیب کنید نقشم برباد میرود و حتی حیاتم در خطر موندنش ممکن. رفیق سرکمیسر، این خیلی مهم. خیر.
الو حلیمه، الو تو چی میگویی؟ در کجایی؟ اکنون میرویم. کوهلا این دختر یک رو دیوانه جسور والله نفهمیدم. خودت تنها چرا به این راه قدم میمانی؟ کودک میگیرید میگویی؟ خاموشید. مگر همه چیز رو من فهمونم. مایلش خوب شده است. با تو دوگانه آوردم. اینجا درو. یک جای خوب برای هر دویتون بحث است. حلیمه، اما کیروز در اینجا چی کار میکنی؟ برای نجات شما آمدم. خواطر نشوید. از اینجا یک جای میبرایم. ایسرا کجاست؟ نمیدونم. شد همش تمام شد. الو رفیق سرکمیسر. فهمیدم. زود می آییم. پلیس! پلیس! همه به زمین! سلام رئیس محترمه. یگید آرام شوید، آرام شوید. شد اپا جان شد. کیروز اسرا کجاست؟ شما کجا بودن اون تایگری بینوکس رو میدانید؟ تایگر؟ در رسم دیده بودیم. آدمی لرزان اوجوهش رو میداند. در خانه نیست. اگر آنها به دخترم یگان ضرر رسانده باشند. رقم تلفنی کردش رو میدونم. این تلفنش زودتر. چه؟ بعد میفهمونم. رفتیم. نشانه رقم تلفنی کردش همین است؟ بله سردارم. زود میدرویم. این دفعه از روی عقیب میدرویم. مایلش. این موسیقی نجاتمون. پلیس! حرکت بکن! با زمین! دستانت رو با پشت سر! با پشت سر! ایست پلیس! یک قدم دیگر گذاری میپرانم. فهمیدی؟ میپرانم. امکی نجیب. بیا دخترم. بیا اسرا جانم. امانتم. کلی راه گرد. زودتر. خوب استی جانم. بله امشب شما میمانید. کلچقند را ما میپزیم. نجیب تفتان رو یک نگاه میکردید؟ کمی بوی سوختگی آمد. چی؟ یگید تفتان سوخت. تفتان اطاعت نکن. ببخشید این چگل خاموش کرده میشود؟ رفیق سرکمیسر نمیدونم. مگر رانو نامد؟ ماشین ها.
تراران خیلی بلازد آمده است. همتون دیدید؟ تنها محترم خانمان فکر میکنم که از سرگذشت کیراز درس گرفته نه؟ مخصوصا خانمان. چی گفتن میخواهید جناب نجیب؟ چی گفتم روشن خانم هنر با دقت باشیم. حاضر در شهر آرامی نمانده است. استانبولی دوره کودکی ما نیست حاضر. نه اخلاق ماند و نه رفتار. چی ها شده ایستاده است میبینید. اما چای هم تیار. چای گفتید؟ پس برآمدن هم لازم می آید. جو آخه رفیق سرکمی سرین چه خیل می شود؟ شما حقی مرا ماند. بعد آمده می خورم. انشالله کلچه قند خیلی خوب شده است. نلیما حساب به اجازت با آن کار در آمدنت را 6 صحبت میکنیم. البته رفیق سردار. چای را تیار کنید. خبر از اینجا داریم به وقتی در اینجا چی کار میکنیم؟ با شما گفته شده نه؟ خبر زود خبر از اینجا. چند بار بگم اما کی نه اما نفهمید. بچه ها دیر شد کنی همه بخونم. دیدی؟ نعیم آمد بازی این چه خیلی نگوید شدن؟ اما که نعیم آنها کودکه. بفرمایید. جناب ایگید کار همین. باز تو آمده از نعیم آمکت نصیحت بگیری. خود شنیدی نعیم آمکت بازی چه؟ یک دیوانه. این خیلی نگوید نعیم آمک. نه من میدونم. مرا تو کیم چی خیال کردی؟ نزدیکتر بیا من دیوانم. دیوانه اسدی. دیوانه هایی که من میشناسم خود را دیوانه نمیپندارم. راو برای یک پیاله چایی که نریخته از این قدر مباریخ میکنی تو برام که فکر کردی؟ چه خیلی چای امک جان؟ دستت رو ده. راستش را نه چپش را. تو با آسی نگاه میداری وش را دراز کن. ریزم گمان میکنی که نمی ریزد. اما که نعیم آخر شما چیکار میکنید ها؟ فکر کرده که نمی ریزد ها؟ و دیگه نریخت. قیمت کرامات در بازار 1 لیره. برای همین اولیاهایی با عقل آوازه نشود گفته از نشون دادن کرامات میترسند. از من دیوانه چی میخوایی؟ تو این را میدونی؟ موم چای نه موم رفته از بازار بگیری. تو به این فریبته شده. امک من گمان کردم که این راست. تو هم سخن این دیوانه رو گوش میکنی. دیوانه چی میشود؟ چرا این طور میگوید امک؟ دوباره سخنی ما رو گوش میکنی. تنها اینجا چای بنوشی وگرنه میار انجام. از کی؟ کردار نشو. رو آخر حالا چای را ننوشیدم امک جان. گفتم که رو دادر نفهمیدی. دیوانه هم باشید هرچی هم باشید من شما را دوست میدارم امکی. رو زودتر رو از اینجا. خوب شد است فهمیدم امک جان. فهمیدم. زنک شما درآید من کمی چرخ میزنم. کجا میروی؟ حاضر مپرس.
اندرسم امانتت را خوب حفظ نکردم مرا ببخش کمی آزرده است لیکن شکر حاضر خوبند دادری جان به تو حیات دشوار صرف برای ادای وظیفه زیستن میخواهم دیگر برای زندگی سببی نیست هوای آنجا چیه؟ خیلی شد که در خوابم هم نمیدرایی دادر یا اینکه خفه شدی بیا از پیشانیت یک بوسه کنم قهرمانم